روز عصر شیچیری جون استاد زن مشغول خواندن سوترا بود. دزدی با شمشیری تیز وارد شد و پول یا جانش را طلب کرد. شیچیری به او گفت مزاحم من نشو، می توانی پول را در آن کشو پیدا کنی. سپس تلاوت خود را از سر گرفت. کمی بعد دزد را صدا زد و گفت همه پول را نبر، به مقداری نیاز دارم که فردا مالیات را پرداخت کنم. مهاجم بیشتر پول را برداشت و محل را ترک کرد. شیچیری افسود وقتی هدیه‌ای دریافت می‌کنی باید از فرد هدیه دهنده تشکر کنی. مرد تشکر کرد و راه افتاد. چند روز بعد دزد دستگیر شد و به جرم‌هایش اعتراف کرد. وقتی شیچیری به عنوان شاهد فراخوانده شد گفت این مرد تا آنجا که به من مربوط می‌شود دزد نیست. من به او پول دادم و او بابت آن از من تشکر کرد. پس از پایان دوره زندان آن مرد نزد شیچیری رفت و شاگرد او شد.